نشانه های رسیدن قیامت، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت گفتن که یکمین نشانه رسیدن یعنی سرشوی قیامت آخری دنیا این بعثت من است، یعنی پیغمبری من، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا بود، یعنی خاتم تیارشوی پیغمبرها بودند. و درباره نشانه های قیامت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایتی که این حدیث بخاری روایت کرده است، در بخاری است، از حضرت انس رضی الله تعالی عنه می فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که این من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یظهر الجهل و یذهب الرجال و یفشو الزنا و یشرب الخمر و یذهب الرجال و یبقى النساء حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که علم از جامعه برداشته میشه، یعنی مردم بی سواد میمونند. متاسفانه امروز اکثر جامعه ما بی سواد است، یعنی علم دینی از علم قرآن از علم سنت مردم دور میمونند جناب پیغمبر گفتند و بی سوادی در بین مردم آشکار میشه، اکثر مردم بی سواد میمونند. این نشانه رسیدن قیامت است جناب پیغمبر گفتند. و زیناکاری در جامعه زیاد میشوه، زیناکاری در بین مردم زیاد میشوه و شراب نوشی هم در بین مردم آشکار میشوه. یعنی این گناه ها زمانهای پیش تا یعنی این سالهای 90 و 92 این گناه ها یعنی آشکار نبودن، پنهان بودن. هم شخصیت هایی که این گناه ها هم میکردن آشکار نمیکردن، پنهان میکردن. جناب پیغمبر گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که همین گناه ها آشکار میشوند و مردها کم میشوند. جناب پیغمبر گفتن و باقی میمانند زنها، حتی که برای یک مرد 50 زن میرسه. گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و این چی هست؟ نشانه های رسیدن قیامت. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیثی که حضرت جبریل، یعنی این حدیث جبریل میگویند، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اخبرنی عن الساعه. گفتن یا رسول الله، گفتن من از یعنی قیامت، از رسیدن قیامت خبردار کن. جناب پیغمبر گفتن که من از تو زیادتر نمیدونم، یعنی من هم چنین تو قیامت علمش در نزد خدای، فقط الله میدونه که قیامت کی سر میشود. بعد از اون حضرت جبرئیل گفتن که یا رسول الله من از نشانه های رسیدن قیامت خبر کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نشانه های رسیدن قیامت این است که ان تلید الامه ربتها. گفتن مادر، یعنی مادرها مولا و صاحبهای خود را تولد میکنند. این جمله را دو نوع معنا کرده هستند محدثا. یک معناش گفتن امی ولد زیاد میشه، یعنی زمان پیش مردم غلام زن داشتن، کنیز داشتن، اونها را استفاده میبردن، یعنی با اونها هم خوابگی میکردن. وقتی اون غلام زن وقتی از صاحبی خودش که کودک تولد میکرد، این یعنی چیش میشید؟ امی ولدش میشید. بعد از مردن مولاش این زن خود از خود آزاد میشید. اما دیگر معنایی که این حدیث داره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم زنها یعنی مادرها برای فرزندها همچون کنیز و خدمتگار میشوند، یعنی انسانها مادرهای خود را همچون کنیز، همچون یک غلام بر این کار میفرمند. یعنی این نشانه رسیدن قیامت است. و دیگر نشانه هاش پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی سرلیچ و پایلوچ و برهنه، یعنی هر انسانی کمبغل، هر انسانی نادار، هر انسانی گوسفندچران در فکری آبادی عمارت‌های زمانوی میشه. یعنی انسان‌ها حرکت میکنن چقدر قصرها و خانه‌های عالی زمانوی داشته باشند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تمام مردم شوق و ذوق و میلشون فقط در آبادی دنیا میشه، از آبادی دنیا چی آخرت در غفلت هستند. اینها گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که نشانه‌های رسیدن قیامت هستند.